خبر ساعت 6. امروز با بسته‌ای از مهمترین تحولات جهانی همراه شما هستیم. از امنیت انرژی تا اقتصاد چین، موضوعات سلامت، روابط بین الملل و حقوق بشر. بزنیم سراغ سرخطها. اقتصاد چین، پیشرفت تکنولوژی و شکاف اقتصادی رو به افزایش. پاول دوروف موضوعات حساس درباره خانواده، فرزند آوری و اهدای اسپرم. پایگاه گزارش واکسن ورس چگونه کار می‌کند؟ ترکیه، ترامپ و اردوغان، پیامدهای همکاری تسلیحاتی با روسیه و چین ونزوئلا را حمایت می‌کنند. فشارها بر مادورو ادامه دارد. و اکنون مشروع خبرها. آمریکا نفتکش‌های غیرقانونی را هدف قرار می‌دهد. ایالات متحده اعلام کرده که در تلاش است نفتکش‌هایی که در بازار سیاه جهانی نفت فعالیت می‌کنند را هدف قرار دهد. هدف کاهش قاچاق و جلوگیری از تأمین مالی گروه‌های غیرقانونی و فساد است. این سیاست می‌تواند قیمت انرژی و مسیرهای تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. اقتصاد چین، شکاف و فناوری رو به جلو. گزارش‌ها حاکی از این است که چین در مسیر پیشرفت فناوری قرار گرفته، اما شکاف‌های اقتصادی داخلی افزایش یافته‌اند. این شکاف می‌تواند باعث چالش‌های اجتماعی و اقتصادی در آینده شود. کارشناسان می‌گویند این وضعیت پیامدهای گسترده‌تری برای منطقه و اقتصاد جهانی دارد. پاول دوروف موضوعات حساس خانوادگی. اخبار مرتبط با پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، اطلاعاتی درباره دیدگاه‌ها و مسائل خانوادگی، فرزند آوری و موضوعات اهدای اسپرم منتشر شده است. این موضوع واکنش‌های گسترده در رسانه‌های و شبکه‌های اجتماعی داشته است. بحث درباره حقوق خانواده، حریم خصوصی و تکنولوژی در این زمینه ادامه دارد. ورس چیست؟ پایگاه گزارش واکسن. پایگاه اطلاعاتی ورس که گزارش‌های واکسن را ثبت می‌کند، این روزها زیر ذره‌بین است. این پایگاه به منظور پایش واکنش‌های احتمالی بعد از واکسیناسیون طراحی شده است. تحلیلگران می‌گویند درک صحیح از این داده‌ها برای سلامت عمومی ضروری است. ترکیه، ترامپ و اردوغان، سلاح‌های روسی. اخبار اخیر حاکی هستند که در سایه تحولاتی در سیاست خارجی، ترکیه، ترامپ و اردوغان بر سر خرید تسلیحات روسی گفتگوهایی داشتند. این همکاری می‌تواند توازن قدرت منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. مخالفان هشدار دادند که ممکن است تنش‌ها افزایش یابد. روسیه و چین از ونزوئلا حمایت می‌کنند. روسیه و چین به حمایت از دولت ونزوئلا ادامه می‌دهند، تلاشی که به عنوان پاسخی به فشارهای بین‌المللی بر نیکولاس مادورو تعبیر می‌شود. این تحولات بر بحران‌های سیاسی و اقتصادی ونزوئلا تأثیر گذاشته است. تحلیلگران می‌گویند این حمایت تلاش‌های تغییر را در ونزوئلا پیچیده‌تر کرده است. و اینها بودند اساس‌ترین خبرهای امروز جهان. برای دنبال کردن پربحث‌ترین و دقیق‌ترین خبرهای روز جهانی به کانال ما پیوسته و کانال ما را دنبال کنید. منتظر نظریات و پیشنهاداتتان هستیم. با ما همراه باشید.